Tahukah kamu semasa hidupnya, beliau selalu bicara persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, tonton dengarin ya. تلاشم همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم. من خواهش میکنم آقایون در نمازهای جمعه، در اجتماعات بزرگی که تشکیل میشه، در ارتباط با عناصر برجسته زبده اهل سنت در بخش‌های مختلف این عنوان امت اسلامی رو تکرار کنید. کاری کنید که ما به هوش بیاییم، بفهمیم که ما علاوه بر صفت ایرانی بودن یک صفت بالاتر و مهمتری داریم و اون مسلمان بودنه و عضو امت اسلامی بودن. این یک نکته اصلی است. مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی بالخصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله، بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنن. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلان جا میکشه خودم رو غافل بدونم. این امکان نداره. این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصک نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید، اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است. این باعث وجود داشته باشه.